بسم الله الرحمن الرحيم. من زمان وليت به نوائبه تشيب يغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب وأسأله السلامة من زمان وليت به نوائبه تشيب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. با سلام. تمایل به ارتباط با هم نوع و تبادل اطلاعات با اون باعث شد که انسان در طول تاریخ روش‌های متنوعی رو برای ایجاد ارتباط آزمایش کنه و با استفاده از توانایی‌هایی که خداوند متعال در وجودش قرار داده دست به اختراعات گوناگونی بزنه و در جهت سرعت بخشی و سهولت در امر تبادل اطلاعات رسانه‌های ارتباطی رو درگیر تغییر و تحول کنه. دگرگونی‌های حاصل رسانه‌ها رو به سوی انقلابی سوق داد که نتایج اون رو در نسل حاضر به وضوح میتونیم مشاهده کنیم. امروزه رسانه‌ها تنها برای برقراری ارتباط به کار نمیرن، بلکه به جزئی جدا ناپذیر از زندگی تبدیل شدن و با هزینه‌های هنگفتی که روی اونها صرف میشه میتونن روی ارزش‌ها، باورها، اعتقادات و حتی عادات و رفتار انسان‌ها تأثیر بگذارن و اونها رو تغییر بدن. به طوری که رسانه‌ها میتونن حامل پیام‌ها و مفاهیمی باشن که انسان‌ها رو به سوی سربلندی دنیا و آخرت هدایت کنن. در مقابل رسانه‌ها میتونن ارزش‌هایی رو نشر کنن که جامعه رو در مسیر شقاوت ابدی قرار بدن. به نظر شما رسانه‌های داخل ایران جزو کدوم دستن و سعی دارن جامعه رو به چه سمت و سوی سوق بدن؟ ما در سلسله برنامه هنگام نیرنگ سعی داریم تا با نگاهی نو به رسانه‌های داخل ایران به ویژه صدا و سیما به این سوال و سوالات مشابه اون پاسخ بدیم و ببینیم که برنامه‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های پرهزینه صدا و سیما با چه اهدافی تولید میشن و در چه راستایی حرکت میکنن. همه تلاش‌ها و کارهایی که در کشور انجام میگیره به یک معنا یک طرف، کار رسانه ملی یعنی صدا و سیما یک طرف. به مانند سایر کشورهای دنیا، رسانه به عنوان ابزاری برای تأثیر بر مخاطب و تغییر افکار و ارزش‌هایش در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته و بودجه زیادی از سوی حکومت به آن اختصاص یافته است. به طوری که همکنون صدا و سیمای ایران 8 شبکه تلویزیونی سراسری، 30 شبکه استانی و 8 شبکه ماهواره برون مرزی را در اختیار دارد. تمامی اینها جدای از شبکه‌ها و ایستگاه‌های رادیویی داخلی و برون مرزی و مؤسسات مختلف چند رسانه‌ای هستند که صدا و سیما در اختیار دارد. نکته جالب توجه این که ایران حتی به زبان عبری شبکه‌ای رادیویی به نام صدای داوود را اداره کرده و سالانه به آن هزینه و بودجه را اختصاص داده است. هیچ کس دلش به این نسوخته که بیاد برای مخاطبش هزینه کنه بدون هدف. بدون شک رسانه‌های ایران و در رأس آنها صدا و سیما نیز از این قاعده مستثنا نیستند و با صرف هزینه‌های فراوان اهدافی را دنبال می‌کنند که در راستای همان خط مشی تعیین شده توسط حکومت است. چرا که در ایران رئیس صدا و سیما توسط شخص رهبر تعیین می‌گردد و وظیفه نظارت بر فعالیت‌های این سازمان به عهده نمایندگان ویژه رؤسای سه قوه است. به صورتی که اصل 175 قانون اساسی ایران این مطلب را صریحاً بیان نموده است. در نتیجه تمامی فعالیت‌های صدا و سیما
باید کاملا مطابق با خواستها و اهداف حاکمان کشور باشد. بنابراین آنچه از کانال‌های رادیویی و تلویزیونی کشور پخش می‌شوند و یا اجازه پخش می‌یابند به سفارش یا مورد تایید گردانندگان اصلی حکومت است. ما می‌خواهیم که رادیو تلویزیون که پیشتر در خدمت طاغوت بود حالا در خدمت خدا باشد، در خدمت اسلام باشد. از همان روزهای ابتدایی شکلگیری حکومت شعار اسلامی بودن همه جنبه‌های نظام از جمله صدا و سیما از زبان رهبران حکومت بارها شنیده میشد. آنها در طی این سالها همواره مدعی بودند که در حال جنگی تمام عیار و همه جانبه با تمامی نمودهای تهاجم غربی به ویژه در مجال فرهنگ و رسانه هستند. بسیاری از هدفهای استکبار جهانی در زمینه‌های تبلیغی و فرهنگی و رسانه‌ای متوجه به ماست. ما باید در مقابل اینها خودمون رو مجهز کنیم. رسانه ما هم بایستی ناظر باشه به خنثی کردن کار دشمن در داخل، هم باید ناظر باشه به ضربه زدن به دشمن در فضای عمومی. اما با اندکی دقت در برنامه‌هایی که از رسانه‌های ایران پخش می‌شوند می‌توان خلاف این ادعا را به خوبی مشاهده نمود، به صورتی که برنامه‌هایی به درون این رسانه‌ها راه یافته‌اند که حامل فرهنگ و ارمغان غرب بوده و در جهت فاسد کردن اخلاق رفتار جامعه و نشر باورهای شیطانی تولید شده‌اند. راه یافتن فیلم‌های هالیوودی به کانال‌های تلویزیونی صدا و سیما دلیل روشنی است بر اینکه صاحبان این رسانه سست کردن باورها و بنیه‌های اعتقادی مردم را نشانه گرفتند، چرا که چنین فیلم‌هایی در راستای نشر افکار صهیونیستی و بی‌هویت نمودن ارزش‌ها و باورهای مخاطبانشان ساخته می‌شوند. تو سریالا که چون حرفای اینی نیست، حرفای دینی نیست، تلویزیون فقط گذاشتن برای که سریال درست کنن دنبال ناموس مردم، عشق و عشقبازی و دختربازی یاد مردم بدن. سریال های تلویزیونی ما که کاری با دین نداره. برو فیلم های تو کلوفا هم ببین چی هست. مرد و نمیدونم سه تخت خواب، نمیدونم عشق به اضافه چند، همش سر یک زن دعواست. آبرو رو بردیم زیر بارم نمیریم و نمیرن و قبول نمیکنن که آبرو بردن. اقل کن یه موتی چیزی علال حساب ما بده. همچنین انتشار تدریجی و مرحله بیبند و باری در فیلم ها و سریال های داخلی نشان از اهداف سردمداران حکومت در جهت از بین بردن ارزش‌های دینی و سست نمودن بنیان خانواده‌ها دارد که تأثیرات منفی این فیلم‌ها را در جامعه به وضوح می‌توان مشاهده نمود. خب دیدیم که یکی از اهداف صدا و سیما برخلاف ظاهر و شعارهایی که میدن انتشار فساد تو جامعه برای بی‌بندوبار کردن خانواده هاست که خیلی برنامه ریزی شده و بدون اینکه مخاطب احساس کنه داره صورت میگیره. اما در کنار این اقدامات یکی از پروژه های بلند مدت صدا و سیما تولید فیلم ها و سریال های تاریخی مذهبی از جمله در ارتباط با زندگی پیامبران علیهم السلام بوده که هنوز هم ادامه داره و با توجه به بافت مذهبی مردم ایران مخاطبای زیادی رو به خودش جذب کرده. پروژه فیلم‌های پیامبران در سال 72 با فیلم ایوب پیامبر علیه السلام گرید خورد و آخرین حلقه این پروژه فیلم ملک سلیمان نبی علیه السلام بود که اکران اون با تبلیغات گسترده رسانه‌ای همراه شد. در فاصله بین ساخت این دو فیلم صدا و سیما تولیدات دیگه‌ای را هم در این زمینه داشته، از جمله تولیداتی درباره زندگی پیامبران اولوالعزم همچون ابراهیم و عیسی علیهم السلام، فیلم مریم مقدس که در خلال اون بخشی از زندگی زکریا نبی علیه السلام را نشون میدن و سریال پرهزینه یوسف پیامبر علیه السلام. اما این تولیدات از نظر موضوعی با برنامه‌های دیگه صدا و سیما که بهشون اشاره کردیم تفاوت دارن و یه جور دوگانگی رو تو فعالیت‌های صدا و سیما نشون میدن. برای بررسی این موضوع و اینکه اهداف صدا و سیما از برنامه‌هاش چیه، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای حکیمی هستیم. آقای حکیمی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. تشکر می‌کنیم که دعوت برنامه رو پذیرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی افضل الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارای محترمتون و همچنین بینندگان عزیز در خدمتتون هستم. آقای حکیمی، همونطور که مشاهده فرمودید ما یه مقدمه‌ای داشتیم در مورد صدا و سیما و اینکه از زمان شروع به کارش بعد انقلاب بیشتر در پی نشر فساد تو جامعه بوده، همونطور که بعضی از چهره‌های حکومتی هم به این موضوع اعتراف کردن. اما مسئله‌ای که اینجا مطرحه اینه که صدا و سیما تولیدات دیگه‌ای رو هم با موضوعات مذهبی از جمله درباره زندگی پیامبران علیهم السلام داشته. هدف از این برنامه‌ها چیه؟ از یه طرف برنامه‌هایی با موضوعات مذهبی، از طرف دیگه برنامه مخالف اصول اسلامی. بله، ببینید پخش فیلم‌های غربی و هالیوودی از صدا و سیما و همچنین ساخت سریال‌های داخلی اینا اهدافشون مشخصه. اما مسئله‌ای که مهمه و جای بحث و تحلیل داره فیلم‌های مرتبط با زندگی پیامبران الهی علیهم السلام. من به جرئت میتونم بگم که اهداف ساخت این فیلم‌ها به مراتب بدتر از اهداف ساخت سریال‌های خانوادگی. اگه تو سریال‌های خانوادگی اخلاق جامعه و خانواده رو هدف قرار داده بودن، تو این تولیدات ارزش‌ها، اعتقادات و باور خانواده‌ها رو نشون رفتن. من به طور خلاصه میتونم بگم که هدف اصلی این تولیدات بی ارزش کردن مقدسات مسلمانان و معرفی ارزش‌های جایگزین برای اونهاست. این شما میفرمایید هدف از فیلم‌هایی که در مورد مقدسات ساخته شدن بی ارزش کردن اونهاست؟ کاملا. ببینید من توضیح میدم خدمتتون. ایمان به ملائکه و پیامبران الهی علیهم السلام جزو ارکان ششگانه ایمان ما مسلمان هستند و بزرگ داشت اونها بر همه واجبه. خداوند متعال در قرآن کریم در کنار ایمان به خودش و روز قیامت ایمان به ملائکه و پیامبران الهی علیهم السلام رو ذکر کرده. اما ما می‌بینیم تو این تولیدات در کمال جسارت انواع توهین‌ها و اهانت‌ها به این شخصیت‌های بزرگوار صورت می‌گیره. قبل از هر چیز چهره مبارک این بزرگواران به تصویر کشیده میشه. اون هم در قالب بازیگران که نقش‌های پیشینشون منفی بوده و نقش‌های معروفشون نقش‌های منفی بوده و بیننده با دیدنشون یک سری ارزش‌های منفی براش تداعی میشه. اوه، هیچ نشده میخوای امون هم دوستر بشی؟ نه حسام بی، دوستی از من بر نمیاد. میخوای اینجا پیش ما بمونی دوست بشی و این بچه ها چوب بازی یاد بدی؟ نه، خبر میشین. این برازنده تر میشوید. نمیخواهید امتحانش کنید؟ ضرری ندارد خود را در آینه ببینید. باید ببینم. شاید در بساطت چیزهایی به درد بخوری پیدا کردم. دوری کرد به در به در. دنبالم بیا. اجازه بدید من از اولین تولید در این زمینه صحبت کنم. در فیلم ایوب پیامبر علیه السلام ما می‌بینیم که ملائکه خداوند متعال رو در قالب یک سری مرد و زن با حرکات موزون و رقص مانند دارن به تصویر می‌کشن. مسئله‌ای که فرشتگان الهی بری‌اند از این توهین و جسارت. خداوند متعال تهدید شدید می‌کنه مشرکان صدر اسلام رو مبنی برای تصورشون مبنی بر مؤنث بودن و دختران خدا بودن ملائکه. خداوند متعال می‌فرماید که وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. خداوند متعال می‌فرماید که ملائکه، فرشتگان الهی که بندگان خداوند رحمان هستند را مؤنث تصور می‌کنند و دختران خدا تصور می‌کنند. آیا شاهد خلقت آنها بودند؟ خداوند متعال می‌فرماید که این گواهی باطل آنها نوشته می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد. پس به تصویر کشیدن در قالب مرد و زن و با این حرکات موضوع رقص مانند جسارت بزرگی به این شخصیت‌های بزرگوار. اینا این توهینا رو محدود نکردن به عموم ملائکه. فرشتگان مقرب خداوند متعال هم در امان نماندن از این توهینات. جبرئیل علیه السلام، این فرشته بزرگوار الهی، امین وحی، فرشته‌ای که وظیفه ابلاغ وحی به فرستادگان الهی بر عهده داشته. ما می‌بینیم که در فیلم یوسف علیه السلام در قالب یک بازیگر که پیشینه بازیگرش نقش‌های منفی و مضحک بوده دارن نشونش میدن. یا ملک الموت علیه السلام در همین فیلم ما می‌بینیم که در قالب یک چهره زشت و یک بازیگر مجهول دارن اون نشون میدن. این اوج جسارت نه تنها به عموم فرشتگان الهی بلکه به فرشتگان مقرب خداوند سبحان. حتی پیامبران الهی علیهم السلام را هم در این چهرهشون به تصویر میکشن. نه تنها چهرهشون رو به تصویر میکشن بلکه یک شخصیت‌های بسیار ضعیف و سطح پایین در اون براشون ارائه میدن. ما در
مجموعه یوسف علیه السلام می‌بینیم که یک شخصیت ضعیف و ساده‌لوح دارن از یعقوب علیه السلام به تصویر می‌کشن. می‌بینی پدر؟ آنها کوه هست. نه پدر. ولی نه، ظاهراً ساخته دست بشر باید باشه. آری پدر. یعقوب، میدانی خداوند اسماعیل را به جد تو ابراهیم کی بازگرداند؟ زمانی که خداوند گوسفندی را به جای اسماعیل برای قربانی فرستاد. نه، زمانی که ابراهیم حاضر شد اسماعیل خود را در راه خدا قربانی کند، اسماعیل او بازگردانده شد. خداوند متعال تهدید شدید داره در برابر استهزاء پیامبران الله. خداوند متعال می‌فرماید که قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آیا خداوند و آیات او و فرستاده‌اش را مورد استهزاء قرار می‌دهید؟ عذر نیاورید، مرتکب کفر شدید. یا اینکه در همین مجموعه یعقوب علیه السلام رو در کمال بیتابی و بیصبری که حتی این بیصبری رو به حد ناسپاسی و ناشکری خداوند به سبحان میرسونه. این کلبه احزان من است، کلبه‌ای که مابقی عمر را در آن سپری نموده و در فراق یوسف مویه خواهم کرد و در سر این راه در انتظار بازگشت او خواهم. وای پروردگارا، اگر بیش از حد برای یوسف بی‌تابی کردم پوزش می‌طلبم، توبه میکنم. بینا خواهی شد. یوسف در حالی که خداوند متعال یعقوب علیه السلام رو اسوه صبر معرفی میکنه. خداوند سبحان از زبان یعقوب علیه السلام در غم از دست دادن فرزندان دلبندش میفرماید که فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. خداوند متعال از زبان یعقوب علیه السلام میفرماید که وظیفه من در برابر این آزمایش الهی صبری جمیل و زیبا، صبری خالی از فزع و بی‌تابی. اما کاملا مخالف این آیه الهی ما می‌بینیم که تو این سریال در کمال بی‌صبری و بی‌تابی این نبی کریم رو به تصویر میکشه. سبحان الله. یا ابراهیم علیه السلام، پدر انبیا، کسی که خداوند متعال اون رو به خلیلی و دوستی خودش برگزیده. خداوند متعال میفرماید که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم را به خلیلی و دوستی خودش برگزید. اما تو این مجموعه ما می‌بینیم که یک شخصیت بسیار ضعیف، شخصیتی که اعتراض میکنه با آزمایش الهی، دارن اینطور این شخصیت رو نمایش میدن. حتی ما تو مجموعه ابراهیم خلیل الله علیه السلام می‌بینیم که ابراهیم علیه السلام رو به گونه‌ای به تصویر میکشن که حتی به آزمایش الهی مبنی بر ذبح فرزندش اعتراض میکنه و این آزمایش رو با عمل بتپرستان کنعانی به آتش انداختن فرزندانشون برای بت‌ها مقایسه میکنه. از من میخواهی چون کنعانیم که نخستادگان خویش را به آتش میافکندند در برابر بت‌هایشان بکباری کنم جگرگوشه‌ام را؟ هر کس کشتن گیرد پسران خویش را، عالم عاری شود از هدیت نسل و وقا. در حالی که خداوند متعال ابراهیم علیه السلام رو به تنهایی یک امت فرمانبردار و مطیع معرفی میکنه. خداوند متعال در توصیف ابراهیم علیه السلام میفرماید که ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراهیم به تنهایی امتی مطیع و فرمانبردار بود و حقگرا بود و از زمره مشرکین نبود.
خداوند متعال ابراهیم علیه السلام رو اسوه تسلیم در برابر آزمایش‌های الهی معرفی میکنه و میفرماید اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آن هنگام که خداوند به ابراهیم فرمود تسلیم شو، ابراهیم گفت که تسلیم فرامین الهی شده. حتی شخصیت این نبی کریم به حدی بالاست که خداوند متعال رویگردانی از آیین این بزرگوار رو حماقت معرفی میکنه. خداوند متعال میفرماید که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. هر کس از آیین ابراهیم رویگردان شود خود را احمق پنداشته، ما او را در دنیا برگزیدیم و در آخرت از زمره صالحین است. ببینید تو این مجموعه ها انواع توهینات به این شخصیت بزرگوار صورت میگیره. یا دعوت انبیاء الهی علیهم السلام، این دعوت های با شکوه در اغلب مجموعه ها بسیار ضعیف به تصویر کشیده میشه. دعوتی که رسالت اصلی انبیا بوده، همه جنبه های زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داده. دعوتی که پیامبران الهی علیهم السلام در راهش انواع مصیبت ها، سختی ها، آزار و اذیت ها، تهمت ها و حتی هجرت ها رو متحمل شدن. پیامبران الهی در راه این دعوت ها جان خودشون از دست دادن. خداوند متعال در جای جای قرآن از دعوت انبیا سخن میگه. خداوند متعال میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی پیامبری مبعوث داشتیم که خداوند را عبادت کنید و از عبادت طاغوت بپرهیزید. اگر ما در سریال یوسف علیه السلام میبینیم که یعقوب علیه السلام یک سری موعظه های اخلاقی میگه محدود به فرزندان نوادگانش و در حد احترام به پدر و مادر احترام به بزرگترهاست که یک مسلمان عادی هم از پس این دعوت کرد. کاملا. آیا پیامبران الهی فقط برای بچه‌ها فرستاده شدن؟ کدام یک از شما میتواند بگوید که آن دو طایفه چه کسانی هستند؟ من بگویم پدر بزرگ؟ بگو پسرم. کسانی که پدر مادر خود احترام نگذارن و آنها را اذیت کنن. آفرین پسرم. تو فرزند که هستی؟ من فرزند لاوی هستم. تو قحاط هستی. آفرین، درست گفتی. اگه ما بیایم مقایسه کنیم با اون تصویری که دارن از انبیاء الهی نمایش میدن با نمایشی که از اهل بیت رحمت الله علیهم تو مجموعه مرتبط با اونها به تصویر میکشن، این توهینات و اهانت ها بیشتر برامون آشکار میشه. ببینید چهره اهل بیت رحمت الله علیهم تو مجموعه مرتبط با اونها نمایش داده نمیشه و همواره حالی از نور دور چهرهشون نمایش میدن. سعی دارن القای تقدس کنن. حتی بحث به تصویر کشیدن ابوالفضل عباس رحمت الله علیه که در اعتقادات خودشون هم از ائمه معصومینشون نیست، این همه جار جنجال به پا میکنه و خطبه های آتشین میدن مراجع تقلید و تهدید به قیام تو تاسوعا و عاشورا میکنه. اونی که من شنیدم خدا نکند که چنین باشد، غلطی میخواهند انجام بدن که اگر این غلط را انجام دادن من وظیفه‌ام اینه که به اونها گوشزد کنم. اگر سعادتمند باشن در دنیا بیچاره خواهند شد، اگر اهل شقاوت باشن در دنیا آسیبی بهشون نخواهد رسید. ولی اون وقتی که دست بریده او وارد محشر بشه کمر همه اونها را خواهد شکست که برای ابد از رحمت خدا محروم باشد. و اون کلمه اینه شنیدم میخواهند لا اله الا الله، میخواهند
قمر بنی هاشم را به نقش هنرپیشه ها در آورد. اگر خدا نکند چنین غلطی بکنن، اون وقت هرچه پیش آید و هرچه ما بگیم معذوریم. باید جوانهای غیرتمند فانی در قمر بنی هاشم تاسوعای امسال غیر تاسوعای هر ساله در اثر این صحبت غلط باید روز تاسوعای امسال محشری سرپا کنن در ادای قمر بنی هاشم. تو بالاترت ای روزگار، ای دنیای ناپایدار، باید روزگاری بشه که ما زنده باشیم و در این روزگار بخواهند هنرپیشه ها نقش او را به مردم نشون بدن. مردم بدانید این نقشه ها برای اینه. وقتی قمر بنی هاشم رو به اون صورت نشون دادن، دیگه این سوز و گداز در روضه ها نخواهد بود. اون کسانی که اون صحنه رو ببینن، اون هنرپیشه رو تماشا کنن، اینا دیگه اون چنان که باید در ادای او نمی سوزن، ولی باید بدانن اگر با چکمه با کراوات خواستن این چراغ رو خاموش کنن نشد، با این ریش ها با این یقه های باز هم این نور خدا خاموش شدنی نیست. اغلب صحنه‌ای که اهل بیت حضور دارن سعی دارن القای تقدس کنن سازندگان این مجموعه ها، از موسیقی متن گرفته تا نوع صدایی که براشون انتخاب میکنن. تو اغلب صحنه‌هایی که اهل بیت رو نشوندن مشغول دعوتن و نه تنها مسلمانان رو دعوت میکنن بلکه پیروان سایر ادیان و حتی سران سایر ادیان رو هم دارن مجاب میکنن به پذیرش دین اسلام و اونها رو خلع اصلاح میکنن. حال اجازه بده من سوالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا میدانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟ چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش. یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد، ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می‌دانید، باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید. نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایاندی. حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شد. ببینید هر مسلمانی میتونه با حجج و براهین قرآنی سران سایر ادیان رو هم مجاب به پذیرش دین اسلام بکنه و ما شخصیت اهل بیت رو میشناسیم و برای اونها احترام کافی قائلیم. بله اهل بیت از علما و متقین امت اسلامی بودن، اما این تناقض فاحش برای نمایش دادن شخصیت اهل بیت رحمت الله علیهم در مقایسه با اون چیزی که دارن از انبیاء الهی علیهم السلام به تصمیم میشن به چه معنی؟ آیا به این معنی نیست که سردمداران حکومت
مسئولان صدا و سیما و دستاندرکاران این فیلم ها رو توجیه کردن که یکی از اون ارزش‌هایی که عرض کردم خدمتتون، ارزش‌های جایگزین رو اینجا به کار ببرن و معرفی کنن. و اون ارزش القای برتری اهل بیت رحمت الله علیهم نسبت به پیامبران الهی علیهم السلام. اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم محبوب هر مسلمان هستند و اصلا ما مأمور به احترام این بزرگواران هستیم. اما شخصیت این بزرگواران کجا؟ شخصیت انبیاء الهی علیهم السلام و شخصیت فرشتگان مقرب خداوند سبحان کجا؟ خداوند متعال در جای جای قرآن از عظمت این شخصیت‌های بزرگوار سخن گفته، از عظمت فرشتگان الهی علیهم السلام و پیامبران الهی علیهم السلام سخن گفته و حتی خداوند متعال خودش اونها رو برگزیده از میان مخلوقاتش. خداوند متعال می‌فرماید که الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. خداوند متعال از میان مردم و فرشتگان فرستادگانی را برگزیده و خداوند شنوا و بیناست به آن کسانی که برمی‌گزیند. یا خداوند متعال ذکر میکنه در قرآن کریم که انبیاء الهی علیهم السلام رو در تمام جهانیان برتری داد. خداوند متعال میفرماید که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، آل ابراهیم و آل عمران را بر همه جهانیان برتری داده. پس به هیچ وجه این شخصیت‌های بزرگوار قابل مقایسه نیستن با سایر افراد. حتی اگه ما دقت کنیم به سایر مطالبی که سازندگان این فیلم ها تو جاهای مختلف تصریحش میکنن، این هدف بیشتر برامون آشکار میشه. فرج الله سلشور که 2 از این مجموعه ها رو کارگردانی کرده، در مصاحبه با روزنامه رسالت میگه که هنر سینما از به تصویر کشیدن واقعه کربلا و امام حسین احساس ناتوانی میکنه. یا در مصاحبه با روزنامه ایران فرهنگی در پاسخ به این سوال که ازش میپرسن شما قصد ساختن مجموعی در مورد امام زمان رو نداری، جواب میده که اینطور نیست که ما به سادگی بتونیم مجموعه بسازیم، باید از خودشون اجازه بگیریم. سوال اینجاست، سینمایی که به اعتراف سازندگان این مجموعه ها نمیتونه واقعی کربلا رو به تصویر بکشه، چطور تونسته صحنه‌های عظیم وحی، زندگی پیامبران الهی علیهم السلام و توصیفات ملائکه الهی علیهم السلام رو نمایش بده؟ اینا که برای ساختن مجموعه در مورد امام زمان احتیاج به اجازه دارن، برای ساختن زندگی مقدسات مسلمانان، برای ساختن زندگی پیامبران الهی علیهم السلام از چه کسی اجازه گرفته؟ واقعا عجیبه. اما آقای حکیمی، شما در میون صحبتاتون اشاره کردید که اهداف سردمداران حکومت از تولید این مجموعه ها القای برتری اهل بیت و پیامبران. خب درسته که رئیس صدا و سیما رو رهبر حکومت تعیین میکنه، ولی آیا میشه گفت که هر برنامه از صدا و سیما پخش بشه مورد تایید اونه؟ چون خودش هم در جاهای مختلف گفته که هر برنامه از صدا و سیما پخش بشه اینطور نیست که مورد تاییدش باشه. اگه مورد تایید نیست چرا برخورد نکردن؟ اینا مسائل ساده ای نیست. توهین به آیات قرآن، توهین به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان. ادعای تایید نکردن یه ادعای باطله. ما میبینیم که تو وقایع پس از انتخابات 88 توهینی شد به مقام ساختگی ولایت فقیه خودشون. چه برخورد شدیدی کردن؟ زندان‌ها رو پر کردن از جوانای مملکت. انواع شکنجه ها، آزارها، حتی اعترافات دروغین گرفتن. بیش از 300 نفر از فتنه‌گران توسط پلیس دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات و پرونده تحویل مراجع قضایی برای رسیدگی ویژه‌تر داده میشه. با توجه به مشکل تکلم متهم و اینکه خود ایشان هم دفاعیاتش در چند صفحه مکتوب کرده و محول کردن به آقای سعید شریعتی،
از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرائت کنه. من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل‌های ناسواب مرتکب خطاهای سهمگینی شدم که از آنها تبری می‌جویم، چون قطعاً مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است. من به خاطر این تحلیل‌های ناسواب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم. و شاید این اون چرا که جناب آقای معاون دادستان به عنوان انقلاب رنگی مطرح کردن یا انقلاب مخملی مطرح کردن، من فکر میکنم که ظرفیتش وجود داشت. من نمیدونم واقعا هدفش وجود داشت یا نیتش وجود داشت یا نه، اما ظرفیت این کار در این اتفاق وجود داشت. این ظرفیت اگر در یک کشور یک کمی ضعیفتر از ایران بود واقعا میتوانست عمل بکنه. یا مراجع حکومتی که برای فقط بحث در مورد به تصویر کشیدن چهره عباس رحمت الله علیه که از معصومینشون هم نیست این همه جا رو جنجال به پا کردن. کجاست این عکس العمل ها؟ کجاست این اعتراض ها برای این همه اهانت و توهین؟ البته اینطور هم نیست که هیچ کس اعتراض نکرده باشه. حتی یکی از مراجع روایت استفاده شده توی این فیلم ها رو از اسرائیلیات دونسته بود. ببینید اعتراض خیلی ساده بوده. اولا فقط انتقاد شده به یکی از این مجموعه ها و گفتن بخشی از این مجموعه یوسف علیه السلام از اسرائیلیات توش استفاده شده. یا یه مسئله ساده در مورد چرا ازدواج همزمان یعقوب علیه السلام با دو خواهر همزمان نشون داده شده و گفته در زمان خودشون مشکلی نداشته، اما برای رعایت شرایط امروزی جامعه بهتر بود نشون داده نمیشد. ببینید هیچ ذکری از این همه توهین و اهانت و استهزا نیست و حتی نگفته که از کجا اصلا از اسرائیلیات استفاده شده و فقط به یک مجموعه، اونم یه مرجع تقلید، جعفر سبحانی. کجاست اون تهدیدها؟ کجاست اون خطبه‌های آتشی؟ حالا جالبه پاسخ کارگردان مجموعه یوسف علیه السلام که این انتقاد رو به اون بوده ما رو با نیت‌های درونشون بیشتر آشنا میکنه. ولایت الله سلحشور حتی در پاسخ این انتقاد میگه که اگه بخش‌های از این مجموعه هم از اسرائیلیات بوده، گفته مقصر علمای ما و کتاب‌های ما هست، چون گفته هرچی من به تصویر کشیدم از کتب تاریخ و تفاسیر خودمون استفاده کردم و گفته سوال اینجاست چرا تاکنون علمای ما این اسرائیلیات رو خارج نکردن که امثال من بی سواد بیان و این اشتباهات مرتکب بشن و ازشون استفاده کنن. ببینید داره اعتراف میکنه بی سوادی خودش، اما جسارت کرده مقدساتی رو به تصویر کشیده که واسه این همه توهین استهزا شده و از طرف دیگه قصور رو به گردن علماشون میندازه. به همین حد هم اکتفا نکرده. در مصاحبه با روزنامه کیهان اومده باز توهین کرده به عقاید بیش از 1 میلیارد مسلمان اهل سنت و گفته که نگاه اهل کتاب به قضیه پیامبران سالمتر از نگاه اهل سنته و گفته نگاه اهل سنت به این مسئله انسان رو به عنوان یک مسلمان شرمنده میکنه. اوج جسارت توهین ما میبینه. خودشون این همه توهین و افترا مرتکب شدن، بسنده نکردن، میان به عقاید مسلمان اهل سنت هم بی احترامی میکنن و نگاه اهل کتاب رو از اونا سالمتر میدونن که این باعث شده ببینیم تو منابع مجموعه یوسف علیه السلام استفاده کردن از تورات عهد عتیق، توراتی که به گواهی قرآن کریم تحریف شده و یهودیان پس از موسی علیه السلام این کتاب رو تحریف کردن. در تورات تحریف شده انواع توهین ها و اهانت ها به پیامبران بزرگوار الهی وجود داره. سلیمان علیه السلام به کفر و بت پرستی متهم شده. لوط علیه السلام به شرابخواری و زنا با دخترانش متهم شده. یعقوب علیه السلام به دزدی و داوود علیه السلام به زنا متهم شده. یا اصلا اومدن از نوشته یک نویسنده همجنسگرای آلمانی هم استفاده کردن. از کتاب یوسف و برادران نوشته توماس مان آلمانی که یک نویسنده همجنسگراست. آیا ما مسلمانان با وجود قرآن کریم نیاز داریم به استفاده از کتب تحریف شده اهل کتاب یا از نوشته های نویسندگان همجنسگرا؟ آیا قرآنی که خداوند متعال خودش عهده‌دار حفاظتش شده ما رو کافی نیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم منع کرده مسلمان رو از پرسش از اهل کتاب. حتی یاران فداکار ایشون هم مسلمان رو منع شدید کردن. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در منع پرسش از اهل کتاب می‌فرماید که
چگونه در مورد چیزی از اهل کتاب سوال میکنید حالان که کتاب خداوند که بر پیامبرتان نازل شده تازه تر است و آن را در حالی میخوانید که یک دست است و کهنه نمیشود و در آن به شما خبر داده شده که اهل کتاب خدا را تحریف کردند و آن را با دست خود نوشتند و گفتند از جانب خداست تا آن را به بهای اندکی بفروشند. آیا آنچه از علم به شما رسیده شما را از پرسش از آنان منع نمی‌کند؟ نه سوگند به خدا ما کسی از آنان را نیافتیم که در مورد چیزی از شما سوال کنه. یعنی برای سوال کردن اینگونه تهدید میکنن. حالا ما بیایم مقدسات خودمون رو، مسائل اعتقادی رو از این کتب استفاده کنیم برای به تصویر کشیدن. کاملا این اوج جسارت و توهینه. آیا ما مسلمانان منابع کافی نداریم برای نمایش مقدساتمون؟ برای توصیف مقدساتمون؟ برای صحبت در مورد مقدساتمون؟ آیا این حقیقت ها مشخص نمیکنه که مسئولان صدا و سیما با توجیهات سردمداران حکومت دارن همون راه یهود و اهل کتاب رو در مورد تاریخ و مذهب مسلمان در پیش میگیرن؟ اینا که برای ساختن مجموعه در مورد امام زمان احتیاج به اجازه دارن، برای ساختن زندگی پیامبران علیهم السلام از چه کسی اجازه میگیرن؟ کجاست این عکس‌العمل؟ کجاست این اعتراض برای این همه اهانت توحید؟ صبور باشید و تماشا. وأسأله السلامة من زمان وليت به نوائبه تشيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجو